سلام و عرض وقت بخیر. با یک وارشتاک دیگه در کنار علی رهبر با شماییم و قراره که در خصوص بازی قبلی، بازی بعدی و در کل حواشی و وضعیتی که الان داماش بهش مبتلا شده و درگیرش هست باهاتون صحبت کنیم. علی جان سلامی داشته باش با مخاطبامون که برنامه رو شروع کنیم. سلام به همه. واقعا خسته نباشین. میدونم که روزای خیلی سخت رو همتون دارین میگذرونین. فصل واسه هیچ کدوم ما اونطوری که باید پیش نرفت. تا داشتیم حالا یه خورده تو هفته‌های اخیر امیدوار میشدیم و یه روز خیلی خوب داشتیم رقم میزدیم توی استادیوم. یکی از بازی‌ها بود که میتونست خیلی خوب پیش بره و میدونم که خستگی رو تن خیلی‌ها مونده، رو تن خیلی‌ها، رو ذهن خیلی‌ها. میدونم که روزای سختی رو داریم میگذرونیم. واقعا خسته نباشیم. خدا قوت و امیدوارم که از این برهه به سلامت یه جوری عبور کنیم، ولی خب شرایطش سخت شده. علی در مورد بازی قبل، هرچند که اصلا جوری شده الان که هر جوری که به بازی قبل فکر میکنیم واقعا انگار یک سوزنی داره توی قلبمون فرو میره، ولی به هر حال لاجرم مجبوریم که در مورد بازی صحبت کنیم. نظرت در مورد بازی که داشتیم؟ در مورد بازی که داشتیم، خب به لحاظ بازی که انجام دادیم، خب به نسبت به خوبی بازی مثل سونگون اونجور خوب حمله نکرده بودیم، ولی خب به هر حال بازی پای تو نیمه اول بود تا اینکه به هر حال اون صحنه پنالتی پیش اومد و ما پنالتی اول برای ما. آره پنالتی اول. حالا دیگه جلو افتادیم، دیگه یکم بازی بیشتر دستمون بود. گشتمون نیمه اول بعد اون کار خاصی نکرد، ولی نیمه دومو یه خورده بهتر شروع کرد و مزد تلاشش هم گرفت. حالا اونم یه پنالتی صاحب شدن و بعد اینکه اونم گل کردن بازم خوب حمله کردن. تازه داشتیم دیگه 20-25 دقیقه آخر بازی میرسیدیم دیگه، تقریبا آخرای بازی دیگه خود حملات ما بیشتر شد و متاسفانه از زمانی که تیم گچساران گل مساوی رو زد به طور ممتد شامل صدا رو فکر کنم بلندتر صحبت کنیم. شاهد وقت کشی بازیکن‌های این تیم بودیم، مخصوصا گلرشون که یعنی فکر کن تو همین قضیه اخراجم شد. آره تو 2 تا کارت زرد به خاطر اطلاق وقت بگیری، خیلی پس خودتون ببینید چه فاجعه‌ای داشت پیش میاد. ولی خب بیا همه این چیزا رو بهانه نکن، چون ما هممون دیدیم چقدر 8 دقیقه وقت اضافه گرفته شد و واقعا هم دارم فکر کنم تمام اصلاح وقتای نفتگر گاز بازیکناش هم روی وقت اضافه حالا بیرون نرفتن دروازه‌بانشون فقط 2-3 دقیقه داشت زجر میزد بعد اخراج شدنش اصلا اینا که هیچی. خب بعدم که صحنه پنالتی پیش اومد، حالا من که داشتم اون لحظه ریاکشن هوادارا رو و همکارای رسانه‌ایمون ازشون فیلم میگرفتم، ولی اونایی که دیدن میگن خب مثل اینکه سیامک میخواست پنالتی رو بزنه، امان میرام گفت من میخوام بزنم. حالا من نمیدونم، من ندیدم، قضاوت نمی‌کنم، چیزی که شنیدم و خب پنالتیش حالا متاسفانه گل نشد، چیزی که تو فوتبال پیش میاد ولی خب ما اینو قبلا هم دیدیم، میدونی چیه، قبلا هم سابقه شو داشتیم توی داماش که بازیکنی که میاد حالا لزوما اون لحظه اصرار داره که پنالتی میخوام بزنم، پیش اومده که خراب کرده. سیامک خودش رو اثبات کرده بود، یعنی ما توی لیگ 3 دیدیم با همین پنالتی زدن ها آقای گل لیگ 3 شد، آقای گل ما شد در واقع. حالا نمیدونم، ببین به لحاظ شاید حالا اماد میرجوان شاید به لحاظ روحی اون لحظه به اون گل زدن نیاز داشت، ولی بعضی اوقات همه چیزو نباید شما روحی روانی در نظر بگیریم. شاید حالا بعد اون پنالتی بازی دوباره جریان پیدا می‌کرد، سری صحنه دیگه گل می‌زد. اینو در نظر نگیرید. بعد باید منطق آمار و موقع کار رو در نظر بگیره. اون لحظه خب احتمال بیشتر پنالتی گل کردن با سیامک علیزاده بود و علی یه مسئله دیگه هم که وجود داره، حالا هوادارا بازی تموم شده اینطوری ناراحتن، بعد حسین ابراهیمی میاد استوری میذاره که میرجوان نمیدونم فدای سرت ما سقوط کردیم. یعنی چی آقای ابراهیمی؟ فدای سرش دیگه فدای سرت دیدگاهشون دیگه. یه تو کانال وارش اسپورت هم یه مطلبی منتشر کردیم، شما یک لیوان رو بردار بشکن، بعد ازش عذرخواهی کن که
شکسته های اون لیوان درست میشه؟ ببین بازم من میگم، بازم رو حرفم تاکید دارم، پنالتی همیشه هر چقدر بخوای بگی باز 50-50 پیش میاد، ولی موقعیت بدی بود و وقتی اصرار به زدن منجر به خراب شدن بشه، این چیزی اینه که بده رو اعصاب هوادار بود و شب خیلی بدی بود و میدونم که علیرغم این گلات هوادارا خوب بودن میگی کماکان. یکی از بهترین تشویقا رو من تو نیمه دوم دیدم با اون آتش بازی که سکوی تیفوسیا انجام داده بود و میتونست تبدیل به یه تصویر ماندگار برای سالیان آتی باشه. اونجا رو نگاه از نظر جمعیتی هم که خیلی عجیب و غریب بود، کلی هوادارا پشت در موندن. آره بعد مثلا 2 سال پیش ما تو مرحله پلی‌آف صعود به لیگ 2 با دارایی بازی داشتیم، یاد یکی از هیجان انگیزترین تشویقا رو چنان دارایی بازی قبل‌ترش با تیم مهدویکیا. آره اون که بارونی بود. آره بعد اونم بازی آخر با دارایی یکی از بهترین شبای تشویق بود. کلیپش همه جا پخش شده بود که همون کلیپ‌ها پخش شد گفتن الان ایام عزای اون بازی تعویق افتاده بود. آره این میتونست یه تصویری شبیه همون بشه. هوادارمون تو اون روز هیچی کم نذاشتن. یعنی اگه بعد بازی هر سکویی هر جایگاهی، حالا یه سری هم میگن شاید تشویق نمی‌کنن، نه ولی باز حتی اون سکویی که انتظار نداشتیم تشویق کنن داشتن اصطلاحاً میگیم تخم خور، اونها هم داشتن تشویق می‌کردن. اونها هم داشتن تشویق می‌کردن. وقتی چنین جوی رو ایجاد کردن، چنین حضوری دارن، چنین دلگرمی دارن میدن، حالا وقتی اون نتیجه رو میگیرین اعتراض دارن، 100% اعتراضشون به حق شما. حق نداری بیای جلوشون فوش بدی، نمیدونم جوابشون بخوای بدی، مثلا بخوای باهاشون درگیر بشی، هر کی هم بخوای باشی، هر کسی هم بخوای باشی، هیچ کدومتون همتون رو با هم جمع بزنین اندازه یه هوادار دماش ارزش نداره. همین هواداری که حالا دیدی دیگه اون سری محمد رضا می‌خواست بیاد بازی چه اتفاقی براش افتاد. این سری هم که ماهان ابراهیمی آره، اونم حالا امیدواریم به هر حال حالش خوب باشه. البته ظاهرا مثل محمد رضا آسیب جدی ندید. در کل وضعیت داماش رو چطور می‌بینی؟ در کل اگه ما 3 امتیاز این بازی رو می‌گرفتیم، حالا چه با پنالتی که خراب شد، چه با موقعیتایی که بعد اون گلر ذخیره نفت و گاز تونست بگیره ازمون، ببین بعضی خب بدشانسی هم آوردیم خدا وکیل. حالا پنالتی گل نمی‌شد، که 2 تا موقعیت‌ها میتونست گل بشه. ما اگه می‌بردیم ابتکار عمل دست خودمون بود. الان بالاتر از دریای بابل بودیم و فکر کنم به شهرداری آستارا نزدیکتر بودیم و میتونستیم با کسب حد اکثر امتیازات و امید به لغزش اونا خیالمون از موندن راحت بشه. و الان شما اینو در نظر بگیر، این احتمالیه که کاملا وجود داره. من نمیخوام اینو الان پیش بینی به حساب بیارم، احتمالیه که کاملا وجود داره. ما حتی اگه 6 امتیاز آینده رو بگیریم، اگه شهرداری آستارا و دریای بابل 6 امتیاز آتیشون رو بگیرن، باز ما سقوط میکنیم. این حقیقتی که وجود داره الان. پس همه چیز دست خودمون دیگه نیست، باید به خیلی اما اگرها رجوع کنیم. و علی تو حالا این بازی رو داری مثال میزنی که ما ابتکار عملمون رو از دست دادیم. من به نظرم میشه گفت شاید حتی حکم سقوطمون رو اون زمانی امضا کردیم که مقابل این تیم‌های ته جدولی از همشون باختیم. یعنی جوری شده که حتی اگر باشون هم امتیاز هم باشیم، در بازی رو در رو در مجموع شکست خورده است، حالا به غیر از آستارا. اینه که دردناکه. 100% این هست و واقعا نمیخوام زیاد بحثو باز کنم، ولی بخوایم بگیم چه چیزایی به این مسیر کشیده شد، باید از اول فصل بگیم که تیمی یک عامل نداشت، اصلا عوامل مختلفی هم بودن. واقعا تیمی که بعد صعود به لیگ 1 به اون شکل بسته شد توسط آقای سیامک فراهانی، معلوم نیست چه تیمی بست، چی شد، اصلا مبلغی هم واسه خودش از قراردادش گرفت و رفت. بعد اون آقای نظر محمدی اومد، آقای نظر محمدی رفت. 2 بازی که کلانتری الکی 2-3 بازی وقت ما رو تلف کرد. آقای نظر محمدی دوباره برگشت، یه نقل و انتقالاتی انجام داد خودش به خاطر حالا اون بحث پرونده آقای داداشزاده عقب افتاد. تو جذب بازیکن عقب افتاد.
یکی دو تا بازیکن خودش گرفت خودش نخواست. ببین خیلی عوامل زیادی هست که نمیشه به تک تکش پرداخت. دو تا مالکی که بازی موش و گربه رو انداخت، اون یکی میگفت من هستم، اون یکی میگفت من هستم، یکیشون ادعا میکرد، اون یکی ادعا میکرد، آخر نه هیچ کدوم. الانم که به جای رسیدی که ما جفتمون حالا اصلا ما واقعا نمیدونیم ایشون اون بیماری که میگن داشتن یا نه، اصلا کلا این همه دیگه هیچی نمیشه باور کرد الان. آره. در حال انسانی ما و انسان به امید زنده است و امیدواریم که بتونیم نتیجه بگیریم، هرچند خیلی واقعا سخت شده. حالا میگم مثلا به بازی سایپا هم کاری نداشته باشیم، الان جوری شده که خود خوشه طلای مدعی موندن توی لیگ شده. خوشه طلای دو تا بازی اخیرش رو برده، الان خارج از خونه هم مثل سونگون رو شکست داد و الان تو خونه با ما بازی داره. ببین الان یه سری از هوادارهای ما دارن زحمت میکشن با ماشین شخصی برای این تیمی که به این شکل بازی میکنه، راه به راه داره ناامیدشون میکنه، میخوان برن. بله خب کارشون تحسین برانگیزه، دستتون هم دارن، دمتون گرم. اگه منم میتونستم میومدم. ولی خب رکورد امسالمون رو بخوایم ببینیم، حداقل آمار نمیگه که ما برنده بازی هستیم. شاید باید یکی از انتحاری ترین بازیامون رو انجام بدیم. حتی ممکنه این برامون به نوعی بازی آخر هم باشه دیگه. شاید. یعنی اگر ما اینجا شکست بخوریم و رقبای کنار دستیمون ببرن، اصلا روی جدول هم دیگه روی کاغذ هم دیگه شانسی نداره. رقبای کنار دستیمون آستارا با تمام بحرانی که داره، حالا سرمایه پیشرفته های بنگر بازی خونگی داره، بازی داره با شهرراست که تقریبا نزدیک جدول بشه، نمیتونه خیلی بازی سختی براش باشه. اگه بتونه ببره میتونه ببره، اصلا چیز سختی براش نیست اگه یکم شرایطش متعادل تر شده باشه. و در بابل هم خب روند نتیجه گیریش بهتر شد. حالا میدونیم هفته قبل متوقف شد تو خارج از خونه، ولی خب مساوی کرد با شهرراست، اونم تا دقایق آخر باز جلو بود. دریا هم بازی داره با پارس جنوبی که خب هیچ انگیزه‌ای نداره، یه تیم وسط جدولی و یه حریف دیگه که ما باز مفت بهش باختیم 3-2 و هیچ چیزی نیست که بخواد بگه بعید این دو تیم برنده بشن دو تا بازی و هیچ منطق فوتبالی هم نمیتونه بگه که بعید ما از خوشه طلایی ببازیم. همه چی امکانش هست و رو کاغذ هم ما بهترین نتیجه‌ای که خارج از خونه داشتیم 2 تا تساوی بوده دیگه. میتونه کاملا همه چیز بد پیش بره و این هفته عملا همه چیز برامون تموم بشه، ولی میتونه هم نشه. میتونه شاید یه اتفاق معجزه‌ای بیفته. من توی این ولاگای اخیر مربوط بازی قبل تر گفته بودم تا لحظه‌ای که همه چیز قطعی نشده ما حق نداریم امیدمون از دست بدیم. منم امیدمو از دست نمیدم، اعلام میکنم. مایوس شدم مثل خیلیای دیگه، ولی کاملا ناامید نیستم. ولی وضعیت سفرمون هم که خیلی عجیب و غریب شد. حالا حرف و حدیثایی بود که بلیت هواپیما و هتل و اینا تامین نشده، بعد دوباره گفتن حالا تامین شده ولی باید تیم بره تهران، از اونجا با پرواز بره مشهد، دوباره از اونجا با پرواز بعد از بازی برگرده تهران، از اونجا با اتوبوس رشت که پنجشنبه میرسن دوشنبه بازی داریم. باشگاهمون صاحب نداره. الان بعد این هم مدت شبکه‌های اجتماعی دیدی عکس میگه تیم به نام من نیست، نه چی من چرا خرج کنم، میگه به نامت عکس نامه داره آورده. تازه ما این برهه آخر فصل داریم این بحثا رو میشنیم، یعنی کلی دعوا گرفته شد سر خواستن این تیم واقعا. کلی ما عقب افتادیم، الان کلی دعوا از سر نخواستن این تیم. همه ما رو گیر آورده ما رو، هوادارا رو، همه رو، یه ملت رو. من نمیدونم اینا رو کی میاره بهشون باشگاه واگذار میکنه، کیا باشون مذاکره میکنن، با چه چیزایشون رو تایید میکنن که مثلا اینا میتونن تیمداری کنن. جالب اینه مثلا جالب اینه مثلا ما آخرین جلسه‌ای که با آقای آرمان مدیر کل محترم داشتیم، من شخص خودم تو اون جلسه گفتم جناب آقای آرمان، یعنی آقای زحمتکش و آقای نعیمی پور قطعاً این دوتا عزیز دیگه نیستن. گفتن نه ما 2 تا مالک جدید دیگه در نظر گرفتیم، قطعاً یکی دیگه از اون خواهشاً تمومش کن. یک بار با همه رو راست باشیم. الان هم دیگه فایده ای نداره دیگه. ببین بعضی اوقات میدونی چیه،
یه سری اتفاقا دستی رخ میده، یعنی تمام تصمیمات اشتباه، کارهای اشتباه با هم جمع میشه یه اتفاق بد رقم میزنه و اگه امسال خدای نکرده سقوط داماش رقم بخوره، تمام افرادی که ما میدونیم و خیلی هم اینجا در موردش حرف زدیم در طول فصل، همشون یه نقشی داشتن و هیچ کس نمیتونه بگه من نبودم، من فلان کارو کردم. خیلی تو این هفته کلا خبرهای بد شنیدیم، اتفاقات بد افتاد. حالا یه خورده به خاطر اینکه جو برنامه هم تلطیف کنیم، یه کلیپی هم از آقای دادشزاده بیرون اومد که توی بازی پرسپولیس راش نمیدادن مثل اینکه. مگه آقای دادشزاده سهامدار داماش نبود؟ نه، سهامدار میگفت تیم سهم منه. پرسپولیس هم گویا که اونجا هم راشون ندادن، سهامشون ازشون گرفتن. هم دارن مثل اینکه شیطونی اسپورت رو میندازن. آره. دارن دیگه، تهران هم اینا دارن. اگر صحبت دیگه ای داری بکن، اگه نه که با مخاطب خدافظی کنیم. خوب بود. خوب. من چه صحبتی میتونم مخاطب داشته باشم؟ منم مثل همه‌شونم دیگه، الان حالا همه گرفته است میدونی. من کلیپ ها رو دیدم بعد بازی، بچه ها داشتن اشک میریختن، ناراحت بودن. من هر چقدر بینشون نباشم همون حس. من رفتم خونه گفتم تا شب با من تا فردا اصلا با من حرف نزنیم، روز فقط بذاریم برم. من اصلا هیچ کدوم من حال خوشی نداریم، میدونی الان به زور دارم هستم. چی بگم؟ خدا حفظتون کنه، دمتون گرم که تمام این سالا با این تیم بودین. امیدوارم این آخر راهمون نباشه. امیدوارم اگه این فصل تموم شد بازم همدیگر رو کنار داماش ببینیم. حالا حتی اگه آخرش به سقوط ختم شد که امیدوارم نشه، تو هر سطحی بودیم بازم کنار هم باشیم، بازم کنار داماش باشیم، بازم همین یه دونه تیم رو داشته باشیم و بازم خاطرهای جدید بسازیم. امیدوارم که روزای بهتری رو ببینیم هممون و این کمترین چیزیه که حق هوادارهای داماشه و دمتون گرم، خسته نباشید. میدونی علی، هوادارهای داماش به واسطه وجود داماش تبدیل به یک خانواده شدن. شاید وجود داماش یک بهونه باشه برای حفظ این خانواده و امیدوارم که این خانواده کنار هم باقی بمونه. امیدوارم اون اتفاق سال 99 دیگه هیچ وقت نیفته که ما یه سال عملاً تیم نداشتیم و اصلا از فوتبال زده شده بودیم. من شاید یکی از دلایلی که این مدت اصلا من فوتبال نمیدیدم بعد همون قضیه بود، اصلا برای من قابل قبول نبود. این اتفاق نباید دیگه هیچ وقت بیفته، هیچ وقت. و امیدوارم بتونیم یه جوری این خانواده رو حفظ کنیم، چون این خانواده به جز ما هیچ کسی نداره. تا برنامه بعد، خداحافظ.